سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع تانگنس سوما و فرق کنچه رو دیده میبراییم. یعنی ما پیش از این موضوع کوسینوس سوما و فرق کنچه، سینوس سوما و فرق کنچه، امروز باشد موضوع تانگنس سوما و فرق کنچه رو دیده میبراییم. یعنی در اینجا اساساً دو فرمول اساسی موجود است که آنها رو ما می نویسیم و با واسطه این فرموله ها ما یکچند مثال ها رو همراه شما دیده می براییم. یعنی فرمول یکم امروزین موضوع ما چنین است: تانگنس الفا جمع بتا این برابر است به تانگنس الفا جمع تانگنس بتا و هم تقسیم یک مینوس تانگنس الفا ضرب تانگنس بتا برابر است که این فرمول سومه تانگنس کنج بین دو کنچه نامیده می شود. دوم تانگنس فرق دو کنچه باشد با واسطه تانگنس الفا مینوس بتا اشاره کرده شده، آن برابر است به تانگنس الفا مینوس تانگنس بتا تقسیم یک جمع تانگنس الفا ضرب تانگنس بتا می باشد. این دو فرمولا رو استفاده برده یکچند مثال ها رو دیده می براییم. در مثال اول طلب کرده می شود که قیمت سینوس 15 گرادوس رو حساب کنیم. خوانندگان عزیز، بیایید یکی از این فرمولا رو همراه شما اثبات میکنیم. یعنی اثبات میکنیم که در حقیقت تانگنس الفا جمع بتا برابر است به تانگنس الفا جمع تانگنس بتا و نسبت یک مینوس تانگنس الفا ضرب تانگنس بتا. یعنی می نویسیم اثبات. وقتی که فرمول یک رو ما اثبات میکنیم، فرمول دو عیناً همین طور اثبات کرده می شود. یعنی تانگنس الفا جمع بتا رو موافقاً از روی قاعده نوشته ممکن است: سینوس الفا جمع بتا تقسیم کوسینوس الفا جمع بتا. اکنون سینوس الفا جمع بتا و کوسینوس الفا جمع بتا رو موافقاً با فرموله های سینوس دو سومه دو کنچه یا که سومه کوسینوس دو کنچه میکشاییم و در نتیجه به ما چنین پیدا می شود: سینوس الفا کوسینوس بتا جمع کوسینوس الفا سینوس بتا تقسیم در مخرج باشد کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا و هم مینوس سینوس الفا ضرب سینوس بتا با ما پیدا می شود. هم صورت هم مخرج رو ما می بینیم که از سینوس و کوسینوس عبارت است، لیکن با ما برای صورت تانگنس الفا لازم است و هم تانگنس بتا لازم است. برای اونکه تانگنس الفا و تانگنس بتا رو در صورت حاصل کنیم، ما میتونیم هم صورت و هم مخرج این کسر رو با یگان حاصل ضرب فونکسیون تریگونومتری تقسیم کنیم. بگذار هم صورت و هم مخرج رو با کوسینوس الفا و کوسینوس بتا تقسیم کنیم. یعنی می نویسیم هم صورت و هم مخرج کسر رو تقسیم میکنیم موافقاً با کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا که آنها نو برابر نولند. تقسیم کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا. اکنون هم سرعت و هم مخرج رو به این تقسیم نمودن این معنای اون رو دارد که اعضای یکمی سرعت و اعضای دومی سرعت رو به این تقسیم میکنیم، موافقاً اعضای یکم و اعضای دوم رو به حاصل ضرب کوسینوس الفا و کوسینوس بتا تقسیم میکنیم و چنین حاصل کردن ممکن است. یعنی سینوس الفا ضرب کوسینوس بتا تقسیم کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا جمع کوسینوس الفا ضرب سینوس بتا تقسیم کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا. در مخرج باشد عیناً چنین ifade نیز پیدا می شود. یعنی کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا تقسیم کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا مینوس سینوس الفا ضرب سینوس بتا تقسیم کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا. اکنون تبدیلی ها رو اجرا میکنیم. یعنی
کوسینوس بتا با کوسینوس بتا اختصار می شود. سینوس آلفا تقسیم کوسینوس آلفا با مو تانگنس آلفا رو می دهد. جمع کوسینوس آلفا با کوسینوس آلفا اختصار شده. سینوس بتا با کوسینوس بتا هنگامی تقسیم کردن تانگنس بتا رو حاصل کردن ممکن است. هنگامی تو این کسر رو اختصار کنیم با مو یک حاصل می شود. مینوسی سینوس رو با کوسینوس تقسیم کردن تانگنس آلفا و هم سینوس بتا رو با کوسینوس بتا تقسیم کردن با مو تانگنس بتا پیدا می شود که این فرموله رو ما همراه شما پورا اثبات کردیم. اکنون بیایید انا همین دو فرموله رو استفاده برده مثال های کنکریتی یا اینکه مثال های مشخص رو برای مستحکم کنی این دو فرموله یا مستحکم کنی این موضوع دیده برایم. مثال یکم در مثال یکم اومده است که تانگنس 15 گرادوس رو ما باید حساب کنیم. تانگنس 15 گرادوس رو برای حساب کردن ما 15 گرادوس رو به نمود یا سوم یا به نمود فرق تبدیل میدیم. بیایید به نمود فرق تبدیل دهیم. برای اینکه 15 رو نوشتن ممکن است 45 گرادوس مینوس 30 گرادوس. یعنی از 45 30 رو ترک کنیم با مو 15 حاصل می شود. به جای آلفا 45 و به جای بتا با مو 30 گرادوس داده شده است که آن را موافقاً چنین می نویسیم تانگنس 45 گرادوس مینوس تانگنس 30 گرادوس و هم یک جمع تانگنس 45 گرادوس ضرب تانگنس 30 گرادوس برابر قیمت عددی این کنچه را موافقاً از جدول تریگونومتری ما نوشته میتونیم. تانگنس 45 با ما یک مینوس تانگنس 30 هم برابر است به ریشه کواردراتی از 3 تقسیم 3 تقسیم یک جمع یک ضرب ریشه کواردراتی از 3 تقسیم 3 حاصل می شود. مخرج عمومی این صورت به 3 برابر است. آن رو می نویسیم. به اینجا 3 می بیاد. 3 مینوس ریشه کواردراتی از 3 در این مخرج باشد باز 3 داده می شود و 3 جمع ریشه کواردراتی از 3 یا اینکه 3 مینوس ریشه کواردراتی از 3 تقسیم 3 تقسیم رو به ضرب اگر تبدیل دهیم به ما 3 تقسیم 3 جمع ریشه کواردراتی از 3 حاصل می شود که 3 و 3 رو هنگام اختصار کردن به ما عددی 3 مینوس ریشه کواردراتی از 3 و هم تقسیم 3 جمع ریشه کواردراتی از 3 حاصل می شود. این ifade رو ما میتونیم باز ساده تر کنیم. از صورت ریشه کواردراتی از 3 رو همچون ضرب کننده عمومی میبریم و با ما ریشه کواردراتی از 3 مینوس 1 تقسیم از اینجا باشد هم ریشه کواردراتی از 3 برآورده می شود و ریشه کواردراتی از 3 جمع 1 حاصل می شود. اختصار میکنیم و در نتیجه ریشه کواردراتی از 3 مینوس 1 و هم تقسیم ریشه کواردراتی از 3 پلس 1 حاصل می شود که این نتیجه آخرانی این مثال یکم به حساب می رود. مثال دوم را دیده می براییم. در مثال دوم چنین آمده است: اگر تانگنس آلفا به 1 تقسیم 2 تانگنس بتا به 1 تقسیم 3 برابر باشد آنگاه قیمت تانگنس آلفا جمع بتا به چی برابر می شود؟ یعنی این را حل می کنیم. برای حل کردن این مثال ما سومه تانگنس کنچه ها را استفاده می بریم. یعنی می نویسیم تانگنس آلفا جمع بتا برابر است به تانگنس آلفا جمع تانگنس بتا تقسیم 1 مینوس تانگنس آلفا ضرب تانگنس بتا و قیمت های عددی اینها رو موافقاً گذاشته حساب میکنیم. 1 تقسیم 2 جمع 1 تقسیم 3 تقسیم 1 مینوس 1 تقسیم 2 ضرب 1 تقسیم 3. در نتیجه هنگام مخرج عمومی دادن به صورت و به مخرج حاصل میکنیم. مخرج عمومی آنها به 6 برابر است. در اینجا 3 در اینجا 2 و در آن 5 حاصل می شود. از 1 تقسیم 6 رو ترک کنیم و ما 5 تقسیم 6 حاصل می شود. 5 تقسیم 6 با 5 تقسیم 6 هنگام تقسیم نمودن و ما عددی 1 حاصل می شود. اکنون مثال سوم را دیده می براییم. در مثال سوم آمده است که حساب کنید
که قیمت عددی این ifade برابر است به کسر در صورت تانگنس پی تقسیم 15 جمع تانگنس 4 پی تقسیم 15 و در مخرج یک مینوس تانگنس پی تقسیم 15 ضرب تانگنس 4 پی تقسیم 15 می باشد. خیلی که از این فرمولا معلوم است ما می توانیم طرفی چپ رو به طرفی راست یا طرفی راست رو به طرفی چپ عینیتاً برابر کرده گیریم. یعنی ما می توانیم به جای الفا به ما پی تقسیم 15 به جای بتا باشد 4 پی تقسیم 15 داده شده است که آن را ما نوشته می توانیم تانگنسی پی تقسیم 15 جمع 4 پی تقسیم 15. یعنی در مخرج کسر هیچی باقی نمیموند برای آنکه قیمت ifade این با تانگنس پی تقسیم 15 جمع 4 پی تقسیم 15 برابر است. اناکنون این قوس رو ما ساده میکنیم. یعنی تانگنسی مخرج عمومی آنها با 15 برابر بوده در صورت باشد پی جمع 4 پی میموند که این برابر است با تانگنسی 5 پی تقسیم 15 تانگنسی 5 و 15 را موافقا اختصار نموده پی تقسیم 3 را حاصل میکنیم. از جدولی تریگونومتری فونکسیون تریگونومتری تانگنس پی تقسیم 3 برابر میشد به ریشه کواردراتی از 3 که این جواب این مثال به حساب می رود. اکنون مثال چهارم را دیده میبریم. در مثال چهارم آمده است که عینیت را اثبات کنید. یعنی ما باید اثبات کنیم که طرفی چپ به طرفی راست برابر یا برعکس طرفی راست به طرفی چپ برابر است. یعنی یک جمع تانگنس الفا تقسیم یک مینوس تانگنس الفا برابر است به تانگنس پی تقسیم 4 جمع الفا. شروع میکنیم با تبدیل دادن طرفی راست. ما میتونیم طرفی چپ را به طرفی راست تبدیل دهیم یا اینکه طرفی راست را به طرفی چپ. بنابراین می نویسیم تانگنس پی تقسیم 4 جمع الفا برابر این را موافقا از روی فرمول این داده شده می کشاییم سومه کنچه تانگنس ها یعنی تانگنس پی تقسیم 4 جمع تانگنس الفا تقسیم 1 مینوس تانگنس پی تقسیم 4 ضرب تانگنس الفا. این برابر است تانگنس پی تقسیم 4 با ما عدد 1 را می دهد جمع تانگنس الفا تقسیم 1 مینوس تانگنس پی تقسیم 4 با ما 1 را می دهد و تانگنس الفا باشد خودش نوشته می شود برابر است به 1 جمع تانگنس الفا تقسیم 1 مینوس تانگنس الفا می باشد که ما اثبات کردیم که در حقیقت 1 جمع تانگنس الفا تقسیم 1 مینوس تانگنس الفا برابر است به تانگنس پی تقسیم 4 جمع الفا و در پایان می نویسیم که این ifade یعنی که این برابری اثبات کرده شد. مثال پنجم را دیده می بریم. در مثال پنجم آمده است قیمت این ifade را حساب کنید. یعنی قیمت این ifade به ifade زیرین برابر است 1 مینوس تانگنس 13 گرادوس ضرب تانگنس 17 گرادوس تقسیم تانگنس 17 گرادوس جمع تانگنس 13 گرادوس. از بس که ما میدانیم که تانگنس الفا جمع بتا این برابر است به تانگنس الفا جمع تانگنس بتا و هم تقسیم 1 مینوس تانگنس الفا ضرب تانگنس بتا. این فرمول را استفاده برده ما این ifade را تبدیل میدیم. یعنی خیلی که معلوم است با ما در صورت 1 مینوس تانگنس الفا ضرب تانگنس بتا و در مخرج برعکس آن تانگنس الفا جمع تانگنس بتا داده شده است. و ما باید در صورت تانگنس الفا جمع تانگنس بتا باشد و در مخرج 1 مینوس تانگنس الفا و تانگنس بتا باشد. بنابراین این را چنین تبدیل دادن ممکن است 1 تقسیم تانگنس 17 گرادوس جمع تانگنس 13 گرادوس تقسیم 1 مینوس تانگنس 13 گرادوس ضرب تانگنس 17 گرادوس برابر 1 تقسیم. اکنون خیلی که از این کسر معلوم گردید به جای الفا 17 گرادوس و به جای بتا 13 گرادوس به ما داده شده است که آن را موافقاً به نمود تانگنس الفا جمع بتا نوشتن ممکن است. یعنی
تانگنسی به جای الفا 17 گرادوس جمعی و به جای بتا 13 گرادوس آمده است که این برابر است به 1 تقسیم تانگنسی 17 جمع 13 با ما تانگنسی 30 گرادوس رو میدهد که قیمت عددی این ifade رو از روی جدول حساب میکنیم. یعنی 1 تقسیم تانگنسی 30 با ما ریشه کواردراتی از 3 تقسیم 3 رو میدهد. هنگامی ریشه کواردراتی از 1 رو به این ifade تقسیم نمودن با ما عددی 3 تقسیم ریشه کواردراتی از 3 حاصل شده. نتیجه این با ریشه کواردراتی از 3 برابر می شود که این نتیجه مثالی این پنجم به حساب می رود. خوانندگان عزیز، اکنون برای مستحکم کردن موضوع امروزه مثال ها برای کار مستقلانه پیشنهاد کرده می شود. در اینجا 3 سپارش داده شده است. در سپارش یکم گفته می شود که قیمت عددی ifade ها را یابید. یعنی در اینجا ifade A و ifade B جای دارد که موافقاً آنها را با واسطه فرمولای ارگومنتشون نصف آنها را باید اجرا کرد. و در سپارش دوم باشد اگر الفا کلان از 0 و خورد از پی تقسیم 2 باشد و کوسینوس الفا به 0 از 6 برابر باشد آنگاه قیمت سینوس الفا تقسیم 2 رو حساب کنید. و در سپارش سوم باشد اثبات کنید که اگر الفا کلان از 0 و خورد از پی تقسیم 2 باشد آنگاه ریشه کواردراتی از 1 جمع سینوس الفا مینوس ریشه کواردراتی از 1 مینوس سینوس الفا برابر می شود به 2 سینوس الفا تقسیم 2. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده.